بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة الانتصار لحزب الله الموحدین. این رساله هست، این هم یک رساله هست، رساله نصرت است لحزب الله الموحدین، به حزب الله، یعنی کسانی که در گروه الله هستند. وقتی که در قرآن میخونید که الا ان حزب الله هم المفلحون الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، این کسایی که در حزب الله هستند و موحدین هستند، بر از اینا نصرت است. این کتاب کی داره و رد کرده بالای کی؟ علی المجادله عن المشرکین، بالای کسایی که اینا مجادله میکنن، مناظره میکنن، گفتگو میکنن برای دفاع از کسایی که مشرک هستن. یعنی انسان مبتلا به شرک شده، توحید ترک کرد، مشرک شد، ولی از این مشرک دفاع میکنه. این رد از بالای اینمی اشخاص. این کتاب کی تالیف کرده؟ للشیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابا بطین رحمه الله. این هم یکی از علمای بسیار بزرگ قوی هست. این کتاب تالیف کرده. مشخصا از عنوانش انسان میفهمه که کل کتاب خود معرفی میکنه. رسالة الانتصار لحزب الله الموحدین والرد على المجادل عن المشرکین. گفت بیان میشه که اجتهادی هست که در اختلاف وجود نداره. یعنی در عصرهای سابق، در عصر سلف، در این مسئله ما اختلاف پیدا نکردیم. لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سادف الأزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. کتابی را که امروز ما و شما انشاءالله شروع میکنیم و میخوانیم، المتممة لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبر، تألیف شیخ علی ابن خضیر الخضیر. در این وقتا دوستا زیادتر سر از این مسئله جهل در شرک اکبر زیاد بحث میشه و زیاد گفتگو میشه و زیاد دوستا سوال میکردن. من خواستم که در این راستا به خاطر از اینکه سوالات زیاد بودن، همین کتابی که یه عالم تألیف کرده، این جوابگوی تمامی امی سوالات است. ما همین کتاب انشاءالله امروز ما و شما میخوانیم و سرش بحث میکنیم. نام کتاب هست المتممة. یعنی متممه چی معنی؟ به معنای تکمیل کننده، تمام کننده هست. چی رو تمام میکنه یا تکمیل میکنه؟ میگه لکلام ائمة الدعوه، برای سخنای امامای دعوت، فی مسئله الجهر، در مسئله جهل، في شرک الاکبر، در شرک اکبر. یعنی ما و شما خواندیم در درسای عقیده که یکی شرک اکبر است و یکی شرک اصغر است. مثلا شرک اصغر او گناهایی است که برش کلمه شرک استعمال شده یا کفر استعمال شده، لکن او انسان از دایره ایمان خارج نمیکنه. او رو شرک اصغر میگن. و شرک اکبری را میگه که مثلا یک نفر میره به بت سجده میکنه، به قبر سجده میکنه، برای مخلوق، به نام مخلوق نظر میکنه. در این مسائل در شرکیات مبتلا میشه. حالا اینجا اکثرا سوال میکنه که اگر کسی در شرک اکبر واقع میشه، در کفر اکبر واقع میشه و این جاهل هست، علمیت نداره، به اساس جهل این شخص مسلمان است، لکن به اساس جهل در شرک و کفر مبتلا هست، آیا امی جهل ازی بر ازی عذر میشه و یا نمیشه؟ این عالم شیخ خضیر ابن فهد الخضیر است. این عالم در این راستا یک کتاب تألیف کرده.
خب در مقدمه کتاب معرفی کرده و مؤلف معرفی کرده. ما و شما مستقیما میم سر مقدمه خود مؤلف رحمه الله تا که مقدمهش بفهمیم که هدفش از تالیف از کتاب چی هست. در مقدمه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. متن کتاب: الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و بعد. فهذه متممة یعلم. متن از امیر خود عالم است، میگه که فهذه متممة، این کتاب میگه که هست این تمام کننده هست. منظورش هذه چرا گفته؟ چون یک رساله هست، کتاب کلان نیست. رساله کوچک است، چند صفحه هست. ما شما میفهمیم کتابای کلان مثلا قرآن و تورات و انجیل و زبور و تورات 4 کتابای کلان بودن و صحیفه های خردون به حضور صحیفه میگفتن. ما شما با کتاب ها و صحیفه های ایمان داریم. در مسائل کتاب های علمی و اکادمیک و تحقیقی که هست، یکی کتاب کلان می باشه که شاید تعدادش 2000 صفحه و 3000 صفحه باشه. بعضی کتاب های دیگه هستن رساله‌ک ها هست که 30 صفحه 40 صفحه اینطورا باشه، به حضور رساله میگن. از این خاطر این میگه فهذه متممة، امیر رساله که هست میگه این تمام کننده هست. برای چی؟ لما کتبه ائمة الدعوة السلفیة النجدیه، درباره اون چیزایی که امامای دعوت سلفیه نجدیه یا نوشته کردن. اما علمای بزرگی که در دعوت بودن اینا کتاب‌های نوشته کردن، مشخصاً همین موضوع را سرش بحث و تحقیق کردن. این عالم میگه که چی هستن؟ میگه این کتاب ما تکمیل کننده از او کتاب هاست. در کدام مسئله؟ فی مسئله عذر عدم العذر بالجهل فی شرک الاکبر. میگه این کتاب ها که تألیف شده و این کتاب ما هم که تألیف شده است که در شرک اکبر عذر نیست. که کسی بگه والا ما جاهل هستم به قبر سجده کردم، ما جاهل هستم قانون طاغوت پذیرفتم، ما جاهل هستم مثلا ما به بت سجده کردم، والا فلانی نفر بر اساس جهل زیر پای قبر مثلا حیوان کش، در شرک اکبر مبتلا شد، والا جاهل است نمیفهمه. از این خاطر علما میگن که در این مسئله، در مسائل شرک اکبر و کفر اکبر، در اینجا عذر نیست. این کتابا رو میگه یا نوشته کردن. جعلتها متممة، من این کتاب خودم میگه تکمیل کننده ساختم للکتب الآتیه، از این کتاب هایی که تحدثت عن عدم العذر بالجهل. به همین کتاب هایی که این کتاب ها سخن گفتن از چی؟ از عدم عذر بالجهل. کدام کتاب هاست که این چی کردن؟ یعنی عالم آمده این 3 کتاب خلاصه کردن و این کتاب خود خلاصه و تکمیل بر از که کل نظریات از اینا رو جمع کرده و میه بر دوستا تقدیم میکنه که اینه برادر. شما بسیاری وقتا بعضی کسا هست که شما ایده باشین که وقتی برش بگویی که در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست، باز میخیزه میگه این عقیده خوارج است، این عقیده مثلا چی هست، شما خارجی هستین، شما فلانی هستین، شما نامای مختلف میمون، افراطی هستین، تکفیری هستین. این عالم میگه که این کتاب ها را براتون کلش چی میکنم و اقوال کل از علما را نقل میکنم. اول کتابی که میگه این راستا نوشته شده، میگه یک کتاب است به نام مفید المستفید فی کفر تارک التوحید. نام کتاب است مفید المستفید، میگه بسیار فایده میرسانه برای استفاده کننده در چی؟ در کفر ترک کننده توحید. مجرده که یک کس توحید ترک میکنه این کافر میشه. و این کتاب است، این تالیف کی است؟ للشیخ العلامة الامام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. این از التمیمی هست. این شیخ علامه امام محمد ابن عبدالوهاب التمیمی رحمه الله این کتاب تالیف کرده. دوم کتابی که میگه ایده ما خلاصه کردیم و در اینجا آوردیم، رسالة الانتصار لحزب الله الموحدین. این رساله هست، این هم یک رساله هست، رساله نصرت است لحزب الله الموحدین، به حزب الله، یعنی کسانی که در گروه الله هستند. وقتی که در قرآن میکنه که الا ان حزب الله هم المفلحون الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، این کسایی که در حزب الله هستند و موحدین هستند، بر از اینا
نصرت است کتاب من. این کتاب کی دارم و رد کرده بالای کی علی المجادله عن المشرکین، بالای کسایی که اینا مجادله میکنن، مناظره میکنن، گفتگو میکنن برای دفاع از کسایی که مشرک هستن. یعنی انسان مبتلا به شرک شده، توحید ترک کرد، مشرک شد، ولی از اینه مشرک دفاع میکنه. این رد از بالای اینمی اشخاص. این کتاب کی تالیف کرده؟ للشیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابا بطین رحمه الله. این هم یکی از علمای بسیار بزرگ قوی هست. این کتاب تالیف کرده. مشخصا از عنوانش انسان میفهمه که کل کتاب خود معرفی میکنه. رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين. این نام کتابش است. سوم رسالة تکفیر المعین. سومش رساله تکفیر شخص معین هست. رساله تکفیر شخص معین که آیا کسی که به شرک و کفر اکبر مبتلا شده باشه آیا او تکفیر میشه؟ شخص معین مثل که حال بسیاری کسا مثلا میگه که ما عام یک نفر میتونیم بگوییم که تو کافر هست، یعنی کار اگر کرد کس کافر میشه. مثلا تو عام گفته میتونیم که اگر کس پیش بت پرستش کرد، بت پرستی کرد، رفت سجده کرد، کافر میشه. لکن مشخصا اگر یک شخص دیدیم که رفت پیش بت سجده کرد، این معین مشخص ما اینو تکفیر کرده نمیتونیم. این عالم کتاب نوشته کرده که رسالة تکفیر معین. این کتاب ما، رساله ما خاص درباره چی است؟ درباره تکفیر مشخص است که بله در قرآن ثابت است، در سنت ثابت است، صحابه تکفیر کردن مشخصه. حالا اگر صحابه مثلا مسیلمه کذاب که ادعای اسلام میکرد این تکفیر نمیکردن، چرا کت جمع میکردن؟ یا مثلا وقتی که در زمان روسا مجاهدین آمدن، عیسی منصبا و عسکرایی که در قوت‌های دکتر نجیب و در قوت‌های مثلا سای منصب نجیب بود، سای منصب و عسکری مثلا کارمل بود، اینا که در این لشکر اگر یارا تکفیر نمیکردن، باز چون یا که روسا یک جا می جنگیدن، باز یارا چرا میزن؟ یا در زمان امریکایی مثلا وقتی کسایی که در پالوی امریکایی بالا امریکایی برش قمانده میداد و این از پایان حمله میکرد و میکشت. اینا اگر اینا تکفیر نمیشدن معین دیگه بازی را کی میتونست که مثلا چیز کنه بخیزه بکشن؟ در صورت که میفهمید که اگر میگفتی مسلمان است، خب باز مسلمان خودتو کشته نمیتونی، به خاطری که مثلا من قتل اگر کسی یک مسلمان میکشه باز بر از او بسیار جزای خطرناک است. این رساله به نام چی است؟ رساله تکفیر المعین. این رساله هست درباره تکفیر مشخص. تالیف کی است؟ تالیف شیخ اسحاق ابن عبدالرحمن آل شیخ است. این یکی هم از علمای بزرگ است به نام اسحاق ابن عبدالرحمن آل شیخ، از جمله مفتی های بزرگ هستند. این میگه که اینمی کتاب ما تکمیل است برای از اینمی چی؟ به اینمی 3 کتاب. چی میگه؟ لخصت فیها، مدهمی رساله خود میگه لخصت، تلخیص یا خلاصه کردیم. هذه الكتب الثلاثه، میگه ما تلخیص کردیم، خلاصه کردیم چی نه؟ امی 3 کتابه. این 3 کتابه ما چی کردیم؟ در این تلخیص کردیم و اضافت ما قاله اهل العلم، و اضافه کردیم آن چیزی که دیگه اهل علم فی هذه المسئله در این باره گفتن، دیگه علما. فی اول الرساله، در اول رساله ما آمدیم مثلا چی کردیم؟ دیگه اقوال علما را هم ذکر کردیم. خلاصه کل از 3 کتاب و در اول اقوال دیگه علما را گفتیم. و هی فی الاصل موجوده، ای عالم همی کسی شیخ علی ابن خضیر میگه که و هی فی الاصل موجوده فی کتابی الجمع و التجرید فی شرح کتاب توحید. میگه اصلا این موجود است. یک کتاب دیگه ای شیخ داره به نام الجمع و التجرید فی شرح کتاب التوحید للشیخ محمد ابن عبدالوهاب. شیخ محمد ابن عبدالوهاب یک کتاب داره درباره توحید. کتاب توحید از او شیخ علی خضیر شرح کرده. نام کتابش چی هست؟ نام کتابش هست الجمع و التجرید فی شرح کتاب توحید. میگه این موضوعی که حالا من برای شما در این رسالت ذکر میکنم، این اصلا در کتاب ما همیارم از ذکر کردیم.
خیلی چرا اینجا آورد رساله مستقل خیلی ساختید او کتاب که است میگه او کتاب کلان است فجعلتها فی رسالت مستقله میگه من اینو گرفتم در یک رساله که مستقل خاص اینو جور کردم چرا نظرا للاهمیتی به خاطر که این بسیار اهمیت داره و تسهیلا و به خاطر سهل و آسان ساختن لمن اراد معرفت هذه المسئله برای کسایی که میخواه این معرفت بسازن. خب وقتی که شبهات ایجاد میشه وقتی کسایی پیدا شدن که آل مثلا ما شما اینو بسیار میبینیم که در تلویزیون ها و در یوتیوب ها و در اینجا کلیپ ها میبینیم که تکفیر معین نیست و کسی تکفیر معین میکنه این خوارج است این مثلا فلان است این افراطی هست این دهشتگر است این تروریست است این فلان است فلان است. این عالم میگه چون شبهات زیاد انداختن مردمای درباری و مردمایی که پیدا شدن به نام مدخلیا و ترا اینا عالم میگه من امیر مستقل رساله جور کردم تا که کسی که اگر حق میفهمه همین کتاب بخونه خلاص میفهمه که گپ در کجاست و کسی که در باطل خود روان است دیگه قلفم میگه قلف همیشه برای حلال زاده است دیگه اما کسی که حلال زاده نباشه قلفم که بیاری دو تا قلفم در خانه پتی مشکنانه پس این کتاب میتون بر کسایی که حق طلب میکنه او را میفهمن. فجعلتها فی رسالت مستقلت نظرا للاهمیت و تسهیلا و به خاطر آسان ساختن چون اهمیت از بسیار زیاد است چرا در عصری که دی شبهات و فتنه ها هست همون مشکلات و شبهات دور میکنن و آسان میشه به خاطر اینکه کس خواسته باشه این موضوع مشخصه بفهمه میره میخونه لمن اراد معرفت هذه المسئله کسی که مسئله رو میخواد بخونه والله هدایت کننده دیگه الله هست الله هدایت میکنه و الموفق توفیق دهنده و سواء السبیل به راه راست و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. خب این بود مقدمه از این مؤلف دیگه ضرور نیست که مثلا از این تفسیره بکنم و من فقط اگر ترجمه کرده بتانم همین که دوستای ما که در تاجیکستان و افغانستان ایران هستن اینا ترجمه هم که برشان شوه انشاءالله استفاده میکنن میفهمن. خب الفصل الاول فصل اول از اینکه است فی تاریخ هذه الشبهه میگه این شبهه از کجا پیدا شد از کدام تاریخ پیدا شد میگه که لم تظهر هذه الشبهه قبل عصر ابن تیمیه میگه این شبهه پیدا نشد مگر قبل از عصر علامه ابن تیمیه یعنی همین شبهه وجود نداشت میگه لم تظهر هذه شبهه قبل عصر ابن تیمیه یعنی قبل از عصر ابن تیمیه این شبهه وجود نداشت کل مردم کل علما میفهمیدن که کسی که مبتلا به شرک یا کفر اکبر میشه این دیگه خلاص است و این چی است این مبتلا به شرک و کفر اکبر شده بنابراین این عذر نداره و گپ ختم است. لکن میگه قبل از عصر ابن تیمیه همین مشکلات نبود لان کل من ادعا العذر چرا میگه بعد از عصر ابن تیمیه پیدا شد میگه به خاطر هر کسی که عذر بالجهر ادعا میکنه در شرک اکبر فإن اقدم ما يستدل به من الاقوال کلام ابن تیمیه یعنی کسایی که مثلا میخیزن ادعا را میکنن اما مقدم ترینشان دلیل از کجا برای خود میگیرن از کتابای شیخ الاسلام ابن تیمیه و این دلیل میگیرن میگه انه یعذر که امام ابن تیمیه میگه در شرک اکبر عذر میداد کسایی که استدلال میکنن استدلال میکنن. ثم ظهرت هذه الشبهه میگه بازی شبهه در چه وقت پیدا شد فی عصر شیخ محمد ابن عبدالوهاب وقتی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب دعوت خود شروع کرد باز در این وقت از باز همین شبهه باز پیدا شد مردم خیستن و باز همین مسئله را مطرح کردن و ظهرت هذه الشبهه فی زمن الشیخ محمد ابن عبدالوهاب فی محورین میگه در وقت محمد ابن عبدالوهاب در دو محور این چیز پیدا شد همین شبهه پیدا شد که در کفر اکبر و شرک اکبر جهل چی است عذر است. کدام دو محور بود؟ اولا اناس ضلال اثاروها فرد علیهم فی مفید المستفید میگه یک تعداد مردمای گمراه بودن با اساس گمراهی خیستن همین موضوع را مطرح کردن. یک نفر میبینه که
کلمه میخونن لکن شرک میکنن، کفر میکنن. یا کسان مردم های گمراه هستن میگن نه مسلمان است، اگر شرک هم کرد اگر کفر هم کرد. خب یک نکته اینه میگه مردم های گمراه کردن، از این خاطر میگه این عالم خیست و کتابی را نوشته کرد، تألیف کرد به نام مفید المستفید، سر از اینا رد کرد. دوم میگه در کدام محور بود، کدام مردم های این موضوع را مطرح میکردن؟ میگه او اخف، میگه خفیفتر بود، لانها ظهرت فی اناس من باب الاشتباه. میگه این در بین مردم های این موضوع مطرح شد که اونا اشتباهاً مردم های مؤمن بودن، گمراه نبودن، بلکه مسئله را نمیفهمیدن، اشتباهاً آمدن این موضوع را مطرح کردن. و کانوا یطلبون الحق، یا طرفدار حق بودن. یعنی بعض اوقات یک کسی طرفدار حق است، برش شبهه پیدا میشه، به اساس شبهه میگه میزنه. امثال بعض طلابه فی الدرعیه، در منطقه درعیه یک تعداد شاگردای خود شیخ بود، اونا هم این مسئله را مطرح میکردن که در کفر اکبر و در شرک اکبر عذر بالجهل است، شاگردایش مطرح میکرد. و فی احسا نام یک منطقه دیگه هسته در حجاز، بناهن این شاگردای خود شیخ بودن. ثم خمدت فیما بعد، و بعد از این وقتی که شیخ این کتاب خود نوشته کرد و در درسای خود بیان کرد، در بین شاگردایش همین مشکل چی شد؟ ختم شد. احیانا خود شاگردای خود استاد در یگان شبهه واقع میشه. ثم ظهرت فی الجیل الثانی فی زمن الحفید عبدالرحمن ابن حسن. باز میگه در زمان نواسی شیخ که عبدالرحمن ابن حسن هم یکی از علمای بزرگ بود و یکی از مفتی های بزرگ پیر شده، در زمان از این بازی مسئله مطرح شد. باز یک تعداد مردم خستن شروع کردن که عذر بالجهل در کفر شرک اکبر هست. باز میگه تبناها داود ابن جرجیس، یک کسی بود نامش بود داود ابن جرجیس، این نام از هم چندان نام نیست. و عثمان ابن منصور یک شخص دیگه بود، همین داود ابن جرجیس و عثمان ابن منصور میگه یا همین موضوع را خستن در بین مردم مطرح کردن. فتصدى لها الشیخ عبدالرحمن، این شیخ عبدالرحمن در مقابل از خیس استاد و گفت بر مردم، او مردم، این مردم ها مردم های گمراه هستن، این مردم ها مردم های درست نیستن، در کفر اکبر و شرک اکبر احتیاط بکنین، بشی درس بخوان، یاد بگیر که مبتلا نشی. دهی عذر نیست، دهی جهل عذر نمیشه. بالاخره و ساعده، میگه در این راستا امرایش همکاری کرد ابنه، پسرش عبداللطیف نام داشت. شیخ عبداللطیف هم تالیفات داره و کتابات داره، بسیار از علمای بزرگ و مفتیای بزرگ پیر شدن رحمهم الله. اینا چی کردن؟ اینا هم باز این امرای پدر خود همکاری کرد فی مصنفات معروفه، در کتاب ها و تالیفات معروف. خیلی هم کتاب ها را نوشته کردن، تالیفات کردن و برای مردم کتاب ها را توضیح کردن تا که مردم به حق برسن. و ساعدهم ایضا الشیخ ابا بطین، الشیخ ابا بطین هم در این راستا همراهشان همکاری کرد. این هم در خطبه ها و در تبلیغات و در ایای خود گپ بیان کرد. ثم ظهرت فی الجیل الثالث، نمیگه در نسل سومی باز پیدا شد. مرض است دیگه، هر قدر که مرض چی میکنی از بین میبری، باز مثل سرطان واره از یک جای سر خدا میکشد. در نسل سومی میگه پیدا شد. فتصدى لها الشیخ اسحاق ابن عبدالرحمن، میگه در مقابل از استاد شد یکی از علمای بزرگ عصر که شیخ اسحاق ابن عبدالرحمن بود و شیخ ابن سحمان. این دیگر شیخ ها بودن، شیخ های بزرگ یا خیستن فی مصنفات و فتاوا، در تالیفات کردن کتاب ها و فتواها را دادن. و ساعد علی ذلك ابناء الشیخ عبداللطیف و هما عبدالرحمن و ابراهیم. و در این راستا پسرای شیخ چی کردن؟ اونا پسرای شیخ عبداللطیف و عبدالرحمن در این راستا همکاری کردن. خب آن میگه ولا زالت موجودتا و تتجدد کل عصر. میگه همین مرض، همین مشکل، همین شبهه میگه تا به حال هم موجود است و در عصر چی شده میره؟ اما باز پیدا شده میره. و هناک فی العصر الحاضر، میگه در عصر امروزی من اظهر کسایی هستن که ان مسئله العذر بالجهل فی الشرک الاکبر فیها خلاف. یک تعداد باز میخیزه میگه برادر شما خود این مسئله گپ میزنید، این مسئله بحث میکنین، این مسئله خلافیه هست، اتفاقی نیست. یکی از شبهات چی است؟
در بین علما اختلاف است. شما چون دیگه گپ میزنید، بسیاری از علما میگن که چی است؟ در این مسئله اختلاف است. ثم يحكي الخلاف على قولين، باز به دو قول اختلاف ذکر میکنن. و هذا موجود في بعض الكتب والمذكرات المعاصره، میگه این موجود است در بعضی از کتاب ها و در بعضی از چپترهای معاصر. موجود است که بعضی کسا ادعا میکنن که در این مسئله چی هست؟ اختلافات هست. مع انه اذا ذكر الخلاف مع انه اذا ذكر الخلاف لا ينسبه الى احد، لكن همین شخصی که میگه این مسئله اختلاف است، پرسانش کنه که در کدام علما اختلاف کرده و علما را هم ذکر نمیکنه. چرا اختلاف علمای بزرگ نکرده یا از دل خود میگن؟ و انما ينسبه نسبتا مطلقه، فقط ایده و مردم نسبت مطلق میکنن. خب و من شو هذا الفهم، میگه اساس همین فهم غلط چی است؟ و ظنهم ان الشیخ محمد بن عبد الوهاب له قولا، میگه اینا فکر میکنن که ان الشیخ محمد بن عبد الوهاب، میگه اونا فکر میکنن که شیخ محمد بن عبد الوهاب که اسم میگه چی هست؟ له قولان، ای دو قول دارن. اونا این قسم فهم میکنن ولی خود این شیخ دو قول داشته، مثلا گاهی عذر میداده گاهی عذر نمیداده. دیگه از این خاطر اینا میگه که گمان میکنن. حیث نظر الى بعض نصوص شیخ محمد، بعضی از نصوصی که شیخ محمد میگه گفتن، ففهموا منها العذر بالجهل، اینا او را چی فکر کردن؟ عذر بالجهل فکر کردن. این دی نصش اینه در اینجا خودتو گفتن، یعنی خذر داد در جهل. و هو ای عالم میگه که امی فهم از اینا که است مبنی علی توهم و ظن و فهم خاطئ، میگه امی فهم از اینا که این گپ غلط فهمیدن، میگه این مبنی بر توهم است. اینا را وهم گرفته، پیش خود اما تو چیز کردن و ظن و گمان کردن و فهم خاطئ است و فهم غلط است، غلط فهمیدن، درست نفهمیدن. و هذا سوف نتکلم علیه، یعنی این شیخ میگه که امی که اینا بعضی اوقات میخیزن و میگن که شیخ محمد در این راستا دو قول داشته و اختلاف داشته، میگه این هم به اساس چی هست؟ به اساس توهم و گمان و فهم غلط است، در حالی که عمو کتاب های شیخ در این مسئله را بیان نمیکنه. و هذا سوف نتکلم علیه، میگه انشاءالله در این باره ما با سخن میگیم انشاءالله فی فصول، درباره در فصلهای لاحقه، در فصلهایی که بعدا میاد. و نجیب فیها، میگه و ما جواب میدیم از این در این عمن فهم هذه النصوص على غیر المراد. برای کی جواب میدیم؟ برای کسایی که همین نصوص بغیر از مراد مؤلف فهمیده است. مؤلف یک چیز قصد داره، این خودش به اساس نفهمیدن نحو و صرف و یا مراد و نداشتن علم این غلط فهمیده. این عالم میگه که ما اینه باز چون مراد مؤلف نفهمیده که او مثلا اصطلاحات است. همیشه فکرتان باشه علما وقتی که اصطلاحات استعمال میکنن میگن که اینی اصطلاح به این معنا هست، او رو باید ما شما اصطلاحاتش بفهمیم. از این خاطر کسی که اصطلاحات نمیفهمه ایده چی میگه؟ در گمان و در شک و در عدم فهمه. و نذکر الفهم الصحیح لذلك، همین نصوصی که اونا غلط فهمیدن ایده هم براتون بیان میکنیم و فهم صحیحش هم برای شما چی میکنیم؟ بیان میکنیم. و خلاصه یعلم چی میگه؟ خلاصه میگه خلاصه که فکر براتون بگیم چی هست که ان حکایت الخلاف فی مسئله العذر بالجهل محدثون. میگه خلاصه گپی است که این قصه اختلاف در مسئله عذر بالجهل که است این محدث است، یک گپ نو است که آل پیدا شده، لم یظهر الا فی العصر هذا، که پیدا نشده این مسئله که اختلاف است مگر در این عصر. اما العصور السابقه، اما در عصرهای قدیم که است فانها تذکر علی انها اجتهاد لا یساق فیه خلاف، بیان میشه که اجتهادی هست که در این اختلاف وجود نداره. یعنی در عصرهای سابق، در عصر سلف، در این مسئله ما اختلاف پیدا نکردیم. این عالم همین نکته را میگه. در عصر از اونا خلاف نبود. این خلافی که عالم اینا ذکر میکنن، این گپ اختلاف در این مسئله اینا کشیدن در عصر
امروزی. وهذه في مسألة من قال إن تكفير الجهمية، وهذه مثل مسألة من قال إن تكفير الجهمية فيه خلاف على قولين. میگه این مثلا مثل مسئله دیگه است که بعضی کسان میگن در تکفیر جهمیه یک تعداد به نام جهمیه بودن که اونا ایمان هم میگفتن که تنها معرفت است. زمین دلت که فهمیدی که الله وجود داره و الله خالق ما هست، تو دیگه مسلمان هستی، این مسلمان است. این جهمیه ها میگفتن. مردم گفتن تو کافر میشی با این گپ. چرا کافر میشی؟ به خاطر از اینکه ابلیس نمیفهمید که الله خالقش است، در حالی که در قرآن ابلیس کافر گفته شده. حال در آیت قرآن میگه که ابلیس میگه که وقت از پیش پرسان میشه چرا با آدم علیه السلام سجده نکردی؟ میگه من سجده به خاطر این نکردم که خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش خلق کردی، او را از گل خلق کردی. این ابلیس خود اون به زبان خودم اقرار کرد که الله خالقش است، لکن این خود کافر گفته شده. جهمیه چی میگه؟ نه، میگه در دل خود که اگر کس عقیده داشت ولو که در زبان خود کلمه هم نخونه، این مؤمن است. اینال علما کلشان این جهمی ها را، کسایی که به این فکر بودن، اینا را تکفیر کردن، گفتن که شما کافر هستین با این عقیده. ایمان که از اقرار و زبان است، تصدیق به قلب است و اعمال به اعضای بدن است. اینال اینجا میگه که بعضی کسا میگه این مسئله عذر بالجهل در شرک و کفر اکبر، میگه این مثل اونم مسئله جهمی هست که بعضی کسا در او هم میگه که علما اختلاف کردن. فهمیدی نه؟ در او هم میگه نه جهمی را کلی کافر نگفته. ثم يحكي الخلاف، باز میگه اختلاف، میگه در بین علما در این مسئله اختلاف بود. ولا ينسبه الى احد، بازور به هیچ کسی نسبت نمیده. چرا نسبت نمیده؟ به خاطر که علما در اون مسئله هم کسی در سلف، علمای صحابه و تابعین و تابع تابعین، کسی بعد از اینکه جهمیه پیدا شدن در وقت ازیاب، کسی علمای سابق جهمیه را در مسئله کفرش کس اختلاف نکرده. کلی گفتن که جهمی ها چی هستن؟ کافر هستن. چرا که اونا صفات الله را انکار کردن، بسیار عیب ها داشتن که بازوره ما شما در جایش خواندیم در سایه عقیده. خب ولا ينسبه الى احد انما هو ظن خاطئ مبني على فهم خاطئ. اون مسئله هم که است چی است؟ گمان دروغ است، خطا هست به اساس فهم غلط فهمیده. لبعض کلام ابن تیمیه، بعض کسا سخنای ابن تیمیه را نمیفهمن که سخناش قوی هست، نمیفهمن، از این خاطر فکر میکنن که والا ابن تیمیه هم ایده مسئله خلاف از کردن. و هذا القائل لم يفرق بین استخدامات ابن تیمیه لمسمى الجهمیه. این میگه در بین اصطلاحاتی که در مورد جهمی ها ابن تیمیه استعمال میکنن، این امی اصطلاحات زیر نفهمیدن. چرا؟ عالم کسی هست، عالم عقیده و عالم دین، که اصطلاحات شرعی را میفهمن. وقتی که برش یک مسئله را میگی، یک روز یک کسی امرای من سر یک مسئله بحث میکرد، این مسئله کفر و مثلا تکفیر و عام و خاص ترا، وقتی خودت در این مسئله گپ میزنه، امی اصطلاحات مثلا اصول دین، مسائل ظاهره، مسائل خفیه، امی اصطلاحات میفهمی؟ نمیگم ایده نمیفهم. خیلی وقتی که تو این اصطلاحات نمیفهمی، چطور میخوای در مسئله تکفیر بحث میکنی؟ تو اول باید اصطلاحات بفهمی. مثلا در هر علم اصطلاحات است. مثلا وقتی کس نحو را میخونه، میفهمه که اینی فاعل چی هست، مفعول چی هست، مرفوع چی هست، منصوب چی هست، مجرور چی هست. وقتی بس کل مضاف الیه مجرور، باید بفهمه که مضاف الیه چی هست، مضاف چی هست. اینا هر چیز علم اصطلاحات خود داره. عقیده هم همین قسم اصطلاحات داره. اینا لی عالم میگه چرا مردم گپای علامه ابن تیمیه را نفهمیدن؟ به خاطر اینکه میگه این در استخدامات امی ابن تیمیه رحمه الله وقتی که اصطلاحات استعمال میکنه، اینه وقتی که ابن تیمیه مثلا درباره جهمی ها گپ میزنه، اصطلاحات مختلف ذکر میکنه. این اصطلاحات نمیفهمه. این اصطلاحات به حساب سیاق در جمله تو میفهمی که در اینجا مقصدش اینی راستا هست، نه ای که مثلا در مسئله کفر جهمیه او چیز داشته باشن. و هذه ظهرت فی عصر الشیخ سلیمان بن سحمان. میگه همین گپ هم پیدا شد در وقت شیخ سلیمان بن سحمان. فرد علیهم ان المسأله وفاقیه فی تکفیر الجهمیه. میگه شیخ سحمان بر زنا، سلیمان بن سحمان بر زنا فهماند که در تکفیر جهمیه را تکفیر کردن، این بین کل علمای
اهل سنت اتفاقی هست. كل علماء السنة به اتفاق هست وليس فيها خلاف كما في كتابه. میگه بیان کرده که دیگه هیچ اختلاف نیست. کسی که درباره از اختلاف میگه این دروغ میگه، تلبیس میکنه. کما فی کتابه، مثل که امی شیخ سلیمان بن سحمان یک کتاب نوشته کرده به نام رفع الالتباس، یک کتاب به نام رفع الالتباس، یعنی کسایی که التباس میکنن، گپ میکنن، خلط میکنن. و دیگه کتاب چی است؟ کشف الشبهتین. دیگه کتاب نوشته کرده به نام کشف الشبهتین. و سوف ننقل کلامه فی ذلك. شیخ علی بن خدیر میگه ما ان شاء الله باز خانه یزید هم در این باره ان شاء الله میگه من نقل میکنم فی فصول لاحقه، در فصلهای بعدی. و ایضا تصدى لذلك عبد الله و ابراهیم ابناء الشیخ عبداللطیف. میگه همچنان در همین مسئله که مردم خیستن این موضوع را مطرح کردن، میگه شیخ عبدالله و شیخ ابراهیم که هم دو تا اردوشان علما هستن، فرزندای شیخ عبداللطیف هستن، اینا هم در مقابل از ایستاد شدن و گفتن قالو و اما دعاء الصالحین. گفتن کسی که بر صالحین میخیزن میره پیش قبرهاشان دست دعا را بلند میکنن و از اینا میخواه که او فلانی شیخ که تو چی هستی، تو بر ما اینی کمک بکو، سر مردم افغانستان رحم بکو و سر ما چی بکو. این دست خدا پیش قبرها بالا میکنن در مقابل قبرهای صالحین. والاستغاثه بهم، استغاثه میکنن. یکی دعا هست که مثلا برای کسی دست دعا را میره، استغاثه در حالت سختی هست که من در این مرض مبتلا هستم، در این مشکلات هستم، ای دوست خدا پیش از این قبر از این سر خدا میمونه که مرا نجات بده. این حالی عالم میگه کسی که این کار میکنه، اگر دعا میکنه پیش قبرهای صالحین، از اینا طلب میکنن یا استغاثه به اینا میکنن، و قصدهم فی الملمات و الشدائد، قصدشان در سختی ها و مشکلات چی است؟ فهذا لا ينازع مسلم فی تحریمه. میگه در این مسئله هیچ مسلمان در این اختلاف منازعه نمیکنه. والحکم، همچنان منازعه در این نمیکنه که کارش حرام است. و حکم به انه من الشرک الاکبر، که اینمی طلب کردن از اینمی صاحب قبر، امی شخص خوب که ولی از الله هست، از این ولی بچه میخواه یا دختر میخواه یا در سختی ها مشکلات مثلا میخواه که مرض مرا جور بگو، چی است؟ میگی از جمله چی است؟ شرک اکبر است. شرک اکبر کدام شرک است؟ که انسان از دایره ایمان خارج میکنه. فلیس فی تکفیرهم و تکفیر الجهمیت قولان. از این خاطری عالم میگه که نه در تکفیر اینمی شخصی که مرتکب شرک اکبر شده و نه هم در تکفیر جهمیه. در این دو مسئله دو قول نیست پیش علما، اختلافی نیست که علما بعضشان اهل سنت اختلاف کرد. نه میگه در این مسئله اصلا نیست. این در کتاب نجیه در جلد 3 صفحه 66 است. والله اعلم. خب یک ذره او بنوشم باز کتاب دمام میتونم چه او هم گرم شده شاگردای چیز ما هم کف ماشاءالله کلشان. درس انشالله دوام میتیم دوستا. فقط چی هستن باش کمی گوگل میت کدام مشکل پیدا کردن. گوگل میت هست دوستا، مقصد بعضی دوستا پیام دادن که نیست، هست مکبرشان روان کرد. این فصل اول. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثاني: هل من وقع في الشرك الأكبر يسمى مشركا؟ این شیخ مؤلف کتاب متممه که ما و شما گفتیم که شیخ علی ابن خدیر هست. این عالم در فصل دوم کتاب خود میگه که هل من وقع في الشرك الأكبر يسمى مشركا.
آیا کسی که در شرک اکبر واقع شود ایره یسمى مشرکن، آیا ایره مشرک میگن به مجرد الفعل، به مجرد از اینکه همین فعل انجام میتن و الوقوع و واقع شدن و یخاف علیه من ذلك و از این چیز درباره از این خوف است ولو کان جاهلا او مقلدا او متأولا او مخطئا ام لا. یعنی اگر یک نفر این میگه که مثلا یک شخصی در شرک اکبر مبتلا شد، آیا این مشرک گفته میشه به مجرد امی که در فعل شرکی را کرد و در واقع شد و بالاش خوف می باشه از این که یعنی ای از دایره ایمان خارج شود، ولو که جاهل باشه یا مقلد باشه یا تعویل کرده باشه یا خطا کرده باشه املا یا نخیر. ای عالم میگه و ینبنی علی ذلك و میگه به این سوال که از میگه چی بنا میشه؟ هل الجهل عذر فی الشرک الاکبر؟ آیا جهل در شرک اکبر عذر هست؟ ام لیس بعذر، یا ای در این راستا عذر نیست. کما هو مذهب السلف، مثل که این مذهب سلف است کما سوف یأتی. یعنی میگه مذهب سلفی است که در شرک اکبر چی است؟ عذر و جهل نیست، که این میگه انشاءالله تعالی و مثل وارک امی قسم که با جاهل بودن عذر نیست و مثل التعویل امی قسم اگر کس تعویل میکنه یا تقلید میکنه یا خطا میکنه. و هذا یجرنا الى بسط هذه المسألة العظیمه، میگه این ما و شما را به این میکشانه که در همین مسئله بزرگ خوب ما مفصل سخن بگوییم. التي هي من اهم ابواب تعلم التوحید. چرا میگه این از مهمترین ابواب یاد گرفتن توحید است و فهم شرک و فهمیدن شرک است. این بسیار میگه موضوع بسیار بزرگ است. و هي ايضا من اهم ابواب التفريق بين الاسماء والاحكام تارة و عدم التفريق في موضوع آخر تارة. میگه این هم از جمله بسیار موضوعات مهمی هست که در بین اصطلاحات و احکام از این اصطلاحات و عدم تفریق از این اصطلاحات و احکامش در جاهای دیگه می باشه. در یک جای فرق می باشه و در یک جای نمی باشه. و هذا یستوجب ذکر المسئله من خلال فصول. از این خاطر میگم ما مجبور هستیم که همین موضوع را در فصلهای مختلف ذکر بکنیم و من خلال فصول و نقول و تعلیقات. از این خاطر میگم ما بر از این فصلها میگیریم نقل های مختلف و تعلیقات تبصره های مختلف. نذکر فیها کلام اهل العلم، در ما سخنای اهل علم بیان میکنیم. ثم قول الشیخ محمد ابن عبدالوهاب و قول طلابه. باز میگم ما میم سخنای شیخ محمد ابن عبدالوهاب و سخنای شاگردایش را من لدن الشیخ الان از امون وقت تا امروز میگه اقوال علما را در این راستا ذکر میکنیم. و قبل ذلك و پیش سخنای از ما سخنای کی ذکر میکنیم؟ قول ابن تیمیه و ابن القیم، سخنای علامه ابن تیمیه و ابن قیم جوزی را هم ذکر میکنیم. و ننقل الاجماعات فی ذلك. یا حالا میگه ما امو اجماع هایی که از طرف علما در این راستا شده هست این هم ذکر میکنم که چقدر علما در این راستا اجماع کردن. و القیاسات الصحیحه فی ذلك، همچنان قیاس های صحیحه که در این راستا شده این هم ذکر میکنن. و الان ندخل فی المسئله فنقول. میگه آل در مسئله داخل میشیم و میگیم اینا اینجا این عالم چی کردن؟ اینا در مسئله داخل میشه و میگه که الفصل الثالث، فصل سومی، اما تو کتابا خود فصل بندی کرده. میگه فصل الثالث چی است؟ فی نقولات من کلام اهل العلم فی مسئله الجهل. میگه عالم میگه من نقل میکنم از سخنای اهل علم در مسئله جهل. عالم اقوال اینا را ذکر میکنم تا که قناعت شما حاصل شود. خب اول قبل ذکر میکنه از سلف صالح صحابه هست. عالمی که صحابی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در این راستا چی میگه؟ میگه و فی الصحیح عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوم نوح علیه السلام. میگه صحیح که از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر شده است در مورد قوم نوح علیه السلام. عبدالله ابن عباس چی گفته؟ فلما نسی العلم عبدت. میگه وقتی که
یعنی علم فراموش شد، بت‌ها و قبرهای صالحین چی شدن؟ عبادت شدن. شیطان در وقت پیش از نوح علیه السلام، قبل از زمان آدم علیه السلام، آدم مثلا توحید بود. پیش از اینکه نوح علیه السلام خارج شد، شیطان آمد در 2-3 نسل اساس مردم گرفتن که این صالح هست و این نیک است و عکسش بگی و قبرش جور کو، ایره جور کو، مجسمهش جور کو. چی میگه آل عبدالله ابن عباس؟ فکر عبدالله ابن عباس میگه فلما نسی العلم و عبادت، وقتی که علم فراموش شد، مردم علم توحید فراموش کردن، بت پرستی و قبر پرستی چی شد؟ شروع شد. عبادت بت ها و قبر شدن. خب الی آخری. فعبدت وقت الجهل. این بت ها و قبر ها چه وقت عبادت شدن؟ در وقت جهل. فسموا عابدین لغیر الله مع جهلهم. میگه همین مردم ها نامیده شدن عبادت کنندگان غیر الله. بر از اینا نگفته شد که یا بیچاره جاهل هستن یا این کار کردن، میگه برشان گفتن که یا عبادت غیر الله را میکنن، یعنی مشرک هستن مع جهل، با وجودی که اینا چی بودن؟ جاهل بودن. برشان گفته شد که یا مشرکین هستن. خب فی بدایع الصنائع، یک کتاب هست به نام بدایع الصنائع، در جلد 7 صفحه 137، کتاب و سیر باب الاحکام التي تختلف باختلاف الدارین. در این کتاب ذکر کرده که چی است؟ این کتاب بدایع الصنائع است، یکی از کتاب‌های مشهور فقهی حنفی هست، از علمای احناف است. اینا قول علمای احناف ذکر میکنه. میگه در اینجا این عالم گفته که باب الاحکام التي تختلف باختلاف الدارین، ذکر کرده درباره اختلاف احکامی که به حساب مناطق فرق میکنه. قال ای عالم میگه فان ابا یوسف کی بود؟ ابا یوسف یکی از شاگردای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. از شاگردای امام محمد چی که هستن؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یکی از شاگردای مشهورش ابو یوسف هست. ابو یوسف رحمه الله چی میگه؟ میگه فان ابا یوسف روى عن ابی حنیفه. میگه ابو یوسف روایت کرده از امام ابی حنیفه رحمه الله، کان یقول، که امام ابو حنیفه رحمه الله چی میگفت؟ میگفت لا عذر لاحد من الخلق فی جهله معرفت خالقه. میگه امام ابو حنیفه میگه برای هیچ کسی عذر نیست بر مخلوقات که بر از او عذر باشه در جهل در معرفت خالقش. تو در معرفت خالق چرا خالقت نمیشناسی؟ که در اونجا باز میگه که والا ما او را نمیشناسم، در اینجا جهل نه عذر است. میگه این گفته که در این عذر نیست. لأن الواجب، میگه خاطر چی؟ میگه لأن الواجب على جمیع الخلق. این سخنهای امام ابی حنیفه هست. میگه امام ابی حنیفه میگه به خاطر که واجب است بالای مخلوقات، لأن الواجب على جمیع الخلق، میگه به خاطر که واجب است بالای تمامی مخلوقات معرفت الرب سبحانه و تعالی، شناختن الله. میگه بالای کلگی فرض است، واجب است که باید الله را بشناسن. و توحیده، و همین قسم که خب علی جمیع الخلق معرفت الرب و توحیده، همین قسم که شناختن الله بالای از اینا واجب است و همین قسم توحیدش. لما یرا من خلق السماوات والارض، مثل که خلقت آسمان ها را میبینه و زمین را میبینه و خلق نفسی خودش را میبینه که ما خودم خلق شدیم و سایر ما خلق الله، و تمامی چیزایی را میبینه که الله خلق کرده سبحانه و تعالی. اینا چی است؟ فاما الفرائض، پس میگه آل امام ابو حنیفه چی میگه؟ وقت دانستن الله که الله را باید بشناسی، وحدانیتش و توحیدش بالای تو فرض است. اینا میگه فاما الفرائض، از این خاطر میگه فرائض که است؟ مثلا نماز است، روزه هست. یک نفر در ماه مبارک رمضان نان میخوره، میگه والا من خود جاهل بودم. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه فرائض که است، چیزهایی که فرض است. فمن لم یعلمها، کسی که ایره نفهمید و لم تبلغه و ای برش نرسید، فان هذا لم تقم علیه حجت حکمیه، میگه بالای از این حجت حکمیه نمیشه. لکن این شخص نمازش درست است، برای بی نماز گفتم میدونیم که نماز خان است. اینا این نفر چی هستن؟ در اینمی مشکل مبتلا هست. خب
قال الشيخ عبد اللطيف، امسك قول ابن عباس ذکر کرد، قول امام ابی حنیفه را ذکر کرد، عالم قول دیگه عالم ذکر میکنه به نام شیخ عبداللطیف. میگه شیخ عبداللطیف که است فی مصباح الظلام، در مصباح الظلام نام کتابش است، میگه در صفحه 123 و فی کتاب سنت لعبدالله ابن احمد، میگه در کتاب سنت از عبدالله ابن احمد است که حدثنی ابو سعید ابن یعقوب الطالقانی، میگه ابو سعید ابن یعقوب طالقانی میگه که انبأنا المؤمل ابن اسماعیل سمعت عمار ابن زازان قال بلغنی، میگه بر ما این گپ رسیده هست که ان القدریه یحشرون یوم القیامت مع المشرکین، میگه کسایی که قدریه هستن یک طایفه هستن از تقدیر انکار میکنن، میگن تقدیر نیست. میگه ای گفته ای عالم که چی است؟ میگه گفته که قدریه ها که هستن یا در روز قیامت امرای مشرکین حشر میشن. قدریه ها که کی حشر میشن؟ امرای مشرکین. فیقولون والله ما كنا مشرکین، بازی قدریه ها میگه قسم به الله ما خود مشرک نبودیم، الله رو با وحدانیتش میشناختیم. فیقال لهم، برشان میگه گفته میشن انکم اشرکتم من حیث لا تعلمون، شما شرک آوردین از جایی که نمیفهمیدین. این عالم میگه که این عالم چی میگه؟ این عالم میگه که خب این قدری ها میگه که ما مشرک نبودیم، اما در روز قیامت که کی حشر میشه؟ که مشرکین. یا قسم میخوره که ما مشرک نبودیم، برشان گفته میشه که بله شما در شرک مبتلا شدین، نمیفهمیدین که ما در شرک مبتلا هستیم. این عالم از این خاطر یا چرا در روز قیامت حشر میشه امرای مشرکین؟ به خاطر که عذر نیست در این مسئله است. خب لا تعلمون ای جهالا من حیث لا تعلمون چی معنی؟ یعنی شما جاهل بودید. اینا جهل از یا برشان عذر نشد که اینا مشرک گفته نشد، در روز قیامت در جمله مشرکین حشر میشن. از این خاطر اقوالی که انسان میخونه بسیار کوشش میکنه که مسائل اعتقادی رو زیاد دقیق بفهمه، احتیاط بکنه. بعضی کسا هست که برش مثلا درس عقیده رو که شروع کنی ایش مثلا قصه رو برش بگی که این روز من قصه براتون میکنم، کد 10,000 نفر میگه تو قصه کو که ما گوش بگیریم. وقتی که درس عقیده نمیدی یک وقت ببینی که کل شاگردایت خو بردن. چرا؟ به تفاوتی هست در مقابل چی؟ در مقابل عقیده. قال ابن جریر، قول امام ابن جریر رحمه الله را در تفسیرش ذکر میکنه. سیکو علامه ابن جریر شیخ المفسرین هست. ابن جریر طبری از جمله مفسرین سلف است. این بسیار تفسیرش تفسیر معتبر هست. همیشه در تفسیرش اقوال صحابه، تابعین و تبع تابعین ذکر میکنن. از جمله تفاسیر مأثوره هست ابن جریر طبری. این تفسیرش قول آیات قرآن، چی قسم آیات قرآن در سوره اعراف تفسیر میکنه. چی میگه؟ میگه در آیات شریف است که فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، یک گروه مردم هستن که اینا هدایت شدن، سعی دو فرقه شد، یک گروه مردم هستن که هدایت شدن و فریقا حق علیهم الضلاله، یک گروه دیگه هستن که بالایشان متحقق شد که اینا چی باشن؟ کلمه گمراهی بالای اینا حق شد که گمراه گفته شوند. امی کسایی که دلالت مستحق گمراهی شدن کی هستن؟ میگه انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اینا مشکلشون چی است؟ که شیطان ها را دوستای خود گرفتن من دون الله، بغیر از الله اینا را گرفتن. سکو در آیات قرآن دقیق چی میگه؟ میگه اینا با گمراه شدن، اینا شیطان ها را دوستای خود گرفتن بغیر از الله و یحسبون چی معنی؟ گمان میکنن. همین مردم ها با امرای الله شریک گرفتن و یحسبون، لکن پیش خود گمان میکنن انهم مهتدون که ما به هدایت هستیم. یعنی اگر شما پیش یک بت پرست برین، پیش قبر پرست برین، یا ابو جهل که بود، ابو جهل تا آخرین لحظه هم نمیگفت که ما گمراه هستیم. مشرکین قریش نمیگفتن ما گمراه هستیم، اصل دیندار ما هستیم. کسی که پیش قبر سجده میکنه، بر قبر حیوان ذبح میکنه، هیچ وقتی نمیگه که ما گمراه هستیم، گمان میکنه که من چی هستم؟ هدایت هستم. این آیت قرآن میگه سیکو و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اینا شیطانا را دوستای خود گرفتن من دون الله و یحسبون، پیش خود اتو گمان میکنن که انهم مهتدون که اینا به هدایت هستن. قال اینجا ابن جریر طبری تفسیر میکنه. چی میگه؟ میگه ان الفریق الذي حق علیهم الضلاله، امی گروهی که بالایشان حق شد که گمراه گفته شوند، یا چی کردن؟
انما ضلوا عن سبیل الله، اینا از راه الله گمراه شدن. و جاروا عن قصد المحجه، اینا چی کردن؟ منحرف شدن از راه درست. به اتخاذهم الشیاطین نصارا من دون الله و ظهرا، میگه به خاطر که اینا شیطان ها را نصرت کننده و پشتیبان خود گرفتن. تو این شیطان ها پشتیبان ما باشن. چرا این کار کردن؟ رفتن شیطان ها را نصرتگر و پشتیبان خود گرفتن. میگن جهلا منهم به خطا ما هم علیه من ذلك، به خاطر که این به خطای خود چی بودن؟ همین غلطی کردن. به این جاهل هستن که ما برای غلط روان هستیم. پیش خود فکر میکنن نه ما برای راست روان هستیم. خب به خطای ما هم علیه من ذلك بل فعلوا ذلك، بلکه میگه اینا این کار کردن و هم یظنون علی انهم علی هدى، یا باز گمان میکنن که چی است؟ ما به هدایت هستیم. و علی هدى و حق، باز گمان میکنن ما به هدایت و حق هستیم. و ان الصواب ما اتوه، یا گمان میکنن آنچه که ما میکنیم این خوب است، صواب است، درست است. فهمیده؟ ما اتوه و رکبوه و ایره انجام دادن. و هذا من ابین الدلاله على خطأ قول علامه ابن جدید. چه میگه؟ میگه از این آیات قرآن تو معلوم میشه که این واضح ترین دلیل است به غلطی و خطای کسانی که من زعم ان الله لا يعذب احدا على معصیه رکبها او ضلاله اعتقدها الا ان یأتیه. میگه این خطای کسایی را ثابت میکنه که اونا چی فکر میکنن؟ اونا تو فکر میکنه که الله عذاب نمیکنه هیچ کسی را وقتی که یک گناهی را انجام بده. یعنی یک نفر شراب خورد یا زنا کرد یا نماز نخواند، متوجه هستی؟ یا گمراه شد، بت پرستش کرد یا قبر پرستش کرد یا یک عقیده کفری و شرکی داشت. میگه این بعض مردم ها میگه غلطیشان چی است؟ میگه غلطی از معلوم میشه که اونا تو فکر میکنه که تا وقتی این کسی را این گناهکار و اینمی گمراه را الله جزا نمیده الا ان یاتیها بعد علم منه، مگر اینکه این بعد از علم انجام داده باشه. بعضی کسان میگه اگر عالم بود فهمید که شرک است و فهمید که مثلا اینی گناه است، بعد از این گرفت را انجام داد، اینا رو باز الله عذاب میده. در حالی که میگن نه، چی است؟ الا ان یاتیها بعد علم منه بصواب وجهها فیرکبها عنادا. این بعضی ها میگن که این کسی را الله عذاب میکنه که او گناه را بفهمه که گناه هست و شرک و کفر را بفهمه که شرک و کفر است، باز بخید عنادن وقتی که فهمید بازی را انجام بده، باز او وقتی را الله عذاب میکنه. میگه خب این منه لربه لان ذلك لو كان كذلك. اینال علامه ابن جریر میگه که اگر گپ از یامی قسمی بود که تنها کسی عذاب میشه که شرک و کفرش چی باشه؟ عنادی باشه، خوب علم پیدا کنه، بعد از علم بخیزن مشرک شود. خوب 100% علم داشته باشه با زنا و شراب و حرامیا، باز از او بخیزی قصدن و با عنایت دیره بکنن. میگه اگر گپ این قسم باشه لم یکن بین فریق الضلاله الذي ضل وهو يحسب انه هاد و فریق الهدى فرق. باز در صورت بین گمراه ها و بین هدایت ها فرق نمی بود. خب کلگی مثلا اکثرا ان کسایی که کافر میشن جاهل هست. برو مثلا در هندوستان اون دواره ببین، اکثرا اون دواره که ببین از هیچ چیز خبر نیست، میره پیش بت سجده میکنه. پس وقتی که اونا رو ببین گناه و بیچاره بان تا وقتی که علم پیدا کنه، باز وقتی که خوب علم فهمید که اینمی بت پرستی من غلط است و اسلام هم فهمید که اسلام حق است، بعد از او بخیده بزد بت پرستی بکنه. اگر این قسم بکنیم باز خیلی بین از و بین مسلمان ها هیچ فرق نمیشه. خب باز میگم فرق کن. وقد فرق الله بین اسمائهما و احکامهما فی هذه، در حالی که الله سبحانه و تعالی چی کرده؟ فرق کرده، گفته که اینی فریق هدایت است، اینی فریق گمراه است، ولو که گمراهیش به اساس چی باشه؟ به اساس جهل و بیخبری و نادانی باشه. ونقل ابو بطين عن ابن جرير عند تفسير قوله تعالى. میگه ابو بطين هم کس از ابن جریر طبری در می آیت قرآن وقتی که این ابو بطين از اون نقل کرده که فریقا هدى و فریقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. میگه این عالم هم وقتی کمی را ذکر کرده، امی عالم اینه
انهم اتخذوا الشیاطین ضلالا انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. اینا شیطانها را دوستای خود گرفتن بدون از الله و یحسبون انهم مهتدون و اینا گمان میکنن که اینا به هدایت هستن. قال ابن جریر، علامه ابوبطین میگه ابن جریر گفت و هذا يدل على ان الجاهل غیر معذور. میگه این دلالت به این میکنه که جاهل عذر نداره. که یک کسی بخیزه به اساس جهالت بخیزه در شرک مبتلا شود، در کفر اکبر، در شرک اکبر مبتلا شود، برازی میگه عذر نیست. این شیخ گپ از را چیز کرده در کتاب دورت در جلد 10 صفحه 392 گفته و راجع ایضا کلام ابن جریر فی سوره الکهف. میگه خود کلام علامه ابن جریر در سوره کهف میگه خود چی کن مراجعه بکن و مطالعه بکن. ابن کثیر رحمه الله عالم نوشته میکنه، یا عالم چی میگه؟ میگه ابن کثیر رحمه الله نقل نفس کلام ابن جریر. میگه امی سخن ابن جریر که الله سبحانه و تعالی دو فرقه را معلوم کرده، یک فرقه گمراه هست و یک فرقه هدایت شده است. این فرقه که گمراه هستند کسایی هستند که خود چی فکر میکنن؟ خود هدایت فکر میکنن، خوب فکر میکنن، لکن اینا گمراه هستند و اصطلاح گمسر از اینا گفته شده هست. پس علامه ابن جریر رحمه الله میگه این چی میکنن؟ سخنان ابن جریر نقل میکنن موافقا علیه و مقررا له عند تفسیر الآیت المذکوره. چرا میگه ابن کثیر این هم از جمله مفسرین بزرگ است؟ میگه چرا علامه ابن کثیر قبل ابن جریر در تفسیر این سخن از میاد در تفسیر خود نقل میکنه؟ میگه به خاطری که امر ابن جریر موافق است نمیگه و گپ از او تقریر میکنه، تایید میکنه در تفسیر امی آیت شریف. و دیگه از جمله مفسرین که عالم است، مفسر است به نام بغوی، این رحمه الله میگه در وقت تفسیر امی آیت شریف چی میگه؟ و فیه دلیل على ان الكافر الذي يظن ان في دينه الحق والجاحد والمعاند سواء. این عالم فیصله میکنه چی میگه؟ میگه در این آیت دلیل است که کافری که گمان میکنه که در دین خود به حق است، یعنی کافر میگه، یهود میگه من به حق هستم، نصرانی میگه در دین خود من چی است؟ دین من حق است، میخواد جنگ میکنه تا که مسلمانان، هندو میگه دین من حق است. این حال این عالم میگه او کافری که گمان میکنه که در دین خود به حق است و کسی دیگه که جاهد است میفهمه که اسلام حق است لکن ضد اسلام کار میکنه، او رو با جاهد میگه. سه اصطلاحات است. یکی کافری هست که فکر میکنه که دین ما حق است، صحیح. یکی کافر دیگه هست که حق میفهمه لکن انکار میکنه، او رو با چی میگن در شریعت؟ جاهد میگن. و یکی معاند میگن. معاند چیست؟ اصطلاح سه اصطلاحات را که بفهمین باز عقیده را خوب میفهمین. معاند کی است که حق میفهمه عنادن و تکبرن، میگه ولو که ما بفهمم که محمد صلی پیغمبر هم است من قبول ندارم. از این خاطر میگه که علامه بغوی میگه از این آیات قرآن معلوم میشه که اینمی کسی که دین خود حق فکر میکنه و کسی که جاهد هست و کسی که معاند است عرصهشان مساوی هستند. عرصهش کافر گفته میشه ولو که او کافر نصرانی که از دین خود چی فکر میکنه؟ حق فکر میکنه. میگن فکر و یک کسی دیگه هست دین حق میفهمه لکن انکار میکنه. یک کسی دیگه هست که حق میفهمه لکن عنادن میگه من اسلام خوش ندارم نمیکنم قبول. میگه امی عرصی از این مساویه. باز تو گفتن نمیتونه که او کافر بیچاره خو نمیفهمه خو دین ما حق است، جاهل بود. از این خاطر چیز نیست. و قال البخاری میگه همین قسم امام بخاری فی صحیح البخاری فی کتاب الایمان چی گفته؟ فی باب المعاصی من امر الجاهلیه، گفته که گناه ها که از امور جاهلیت است. قال ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک. دیکھو چی میگه؟ این بخاری میگه این مردم که گناه میکنن همین گناه کردن از چی هستن؟ میگه گناه ها که از امور جاهلیت است. انسان جاهل میباشه به اساس جهل خود میکنه گناه ها را میکنه. اینال امام بخاری چی میگه؟ میگه ولا یکفر صاحبها، همین کسی که گناه کرد
یا زنا کرد یا شراب خورد یا دزدی کرد بر اساس جهل، میگه کافر نمیشه اینمی شخص بر اساس اینمی گناهی که کرده، بر اساس شراب و زنا کافر نمیشه الا به شرک. مگر به چی؟ به شرک. اینا اگر کسی جاهلانه شراب خورد، زنا کرد، دزدی کرد، قتل کرد، جاهل بود، به اساس گناه های کبیره ای کافر نمیشه. اما اگر گناه دیگه شرک است او را کرد، باز ای در اون صورت ای کافر میشه. این قول امام لقول نبی صلی الله علیه و سلم، میگه به خاطر که نبی صلی الله علیه و سلم یک صحابی را گفت که انک امرؤ فیک جاهلیه، بر از این شخص گفت که تو شخصی هستی که جاهل است. در بین صحابه یک صحابی بود برای بلال حبشی گفت که او بچه سیاه، مادرت سیاه بود. این برشیگه گفت او صحابی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فلانی صحابی مرا گفت که او بچه سیاه، کامل سیاه پوست بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم امین صحابی را خواست، گفت انک امرؤ، تو شخصی هستی که در تو جاهلیت است. این اندیشه جاهلیت در کلیت است که سیاه پوست و سفید پوست دیگه پا را پشتش میگردی. آیا امین نفر با میگه کافر؟ نه. چرا؟ گناه کرد، گناهکار شد، در حالی که گفت در جاهلیت است. میگه چرا؟ امام بخاری رحمه الله میگه و قال الله عز وجل، میگه الله سبحانه و تعالی فرموده هست ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله میگه مغفرت نمیکنه کسی را که چی کرده باشه؟ شرک به او آورده باشه. فهمیدی؟ در شرک نمیبخشه ولو که به جهل باشه. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، بغیر از شرک هر گناهی که کرده باشه ولو که بدون توبه از دنیا رفته باشه، امکان مغفرتش هست که الله او را چی کنه؟ مغفرت کنه و او را الله ببخشه. و امام ابن منده رحمه الله در کتاب توحید در جلد اول صفحه 314 باب ذکر دلیل، این دلیل ذکر میکنه که ان المجتهد المخطئ فی معرفت الله عز وجل و وحدانیته کالمعاند، یعنی مجتهدی که خطا میکنه در شناخت الله سبحانه و تعالی و وحدانیتش، مثل حکمش چی است؟ میگه حکمش مثل معاند است، یعنی کسی که عناداً این کار میکنه. و ثم قال الله تعالی مخبرا عن ضلالتهم و معاندتهم، میگه الله سبحانه و تعالی از گمراهی و از عنادشان گفته قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، برشان بگو که آیا ما شما را خبر بتم به یک چیزی که خساره کردند، بر کسانی که اونا در اعمالشان خساره کردند، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، کسانی که عمل سعی و تلاششان به گمراهی رفته در زندگی دنیا، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا به گمراهی رفتن لکن خودشان پیشود گمان میکنن که کار چی میکنن؟ کار خوب میکنن. هر مشرک که ببینی چون جاهل است میگه والا کار خوب میکنم، مخبت نمیکنم، مخینه عبادت میکنم، طاعت میکنم. ثم ذکر اثر سلمان الفارسی رضی الله عنه، میگه باز بعد از او میگه ذکر کرده یک اثر از سلمان فارسی رضی الله عنه، لما ذکر رسول حال النصارى سیکو. سلمان فارسی قبلا در منطقه فارس بود، پیش استادایی که اونا نصرانی بودن، پیش از اونا درس خوانده بود، شاگردی کرده بود. آل سلمان فارسی آمد پیش کی؟ پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. سلمان فارسی آمد مسلمان شد. آل کسی استادای خدا میکردن. میگه اون نصرانی هایی که قبل از بعثت که بود، میگه حال النصارى قبل البعث، میگه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قصه کرد که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، امو کسایی که نصرانی ها بودن و مکت از اونا بودم، انهم کانوا یصومون و روزه میگرفتن و یصلون و نماز هم میخواندن و یشهدون و شهادت هم میدادن که انک ستبعث، که تو مبعوث میشی. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول صلی الله علیه و سلم گفت هم من اهل النار، یا دوزخی ها هستن. چرا شرک میکردن؟ عیسی مسیح مجسمه پرستش میکردن دیگه. اینا با وجود از اینمی هم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینا چی هستن؟ اینا مشرک هستن. فهمیده؟ خب باشین اینجا. ثم قال الله تعالی ثم نقل اثر علی بن ابی طالب،
میگه باز از سخن علی ابن طالب ذکر میکنه که لما سائل عن الاخسرین اعمال، میگه وقتی که علی طالب رضی الله عنه سوال کرده شد از کسانی که در اعمالشان خساره کردن، فقال کفرت اهل الکتاب، اینا کی هستن خسران کردن در اعمال خود؟ میگه یا کافرای اهل کتاب است. کان اوائلهم علی حق، اوائلشان چی بودن؟ به حق بودن. فاشرکوا بربهم، باز پسان ایدگرها چی آمدن؟ و پروردگارشان عزوجل شرک آوردن. و ابتدعوا فی دینهم، و اینا در دین خود چی کردن؟ بدعت کردن، بدعتایی که اینا به کفر مبتلا میکرد. و احدثوا علی انفسهم، اینا برای خود چیزهای جدید آوردن. یعنی پسان نصرانی ها چی شدن؟ ایواز بگوین که چی از گفتن عیسی مسیح پسر خدا هست، کفر کردن، شرک کردن. اینا میگه یا یکی بدعت ها را آوردن. فهم یجتمعون فی الضلالة، کل از اینا در گمراهی شریک هستند. و یحسبون انهم علی هدى، اینا گمان میکنن که به هدایت هستند. و یجتهدون فی الباطل، اینا سعی و تلاش در چی میکنن؟ در اون باطل خود کوشش میکنن. و یحسبون، و گمان میکنن انهم علی حق، اینا میگه یا باز گمان میکنن ما به حق هستیم. ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، میگه امی تمام کوششی که در زندگی دنیا کردن ای کلش به گمراهی رفتن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یا فکر میکنن که ما والا کارهای خوب میکنیم. و قال علی رضی الله عنه، علی رضی الله عنه میگه منهم اهل حرورا، میگه از این جمله اهل خوارج هستن. خوارج هم چی میکردن؟ میکردن صحابه را تکفیر میکردن و باز نماز میخواندن و عبادت میکردن. و این هم خوانیم که ابن منده رحمه الله در ذکر مجتهد، قول ابن منده قبلا خوانیم، از علی پسان ذکر شد، باز سخن ازیام ذکر شد و قول سلمان فارسی هم گفتیم. باز بعد از او سخنهای دیگه انشاءالله دیگرایشان میاد که او را باز ما و شما انشاءالله در درسای بعدی باقی مانده میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.